مطلب سیاف مزراب، سردبیر هفته‌نامه SSSR. دوست فرهنگی و تاجیک پرستم غفار سفروف، رئیس بخش فرهنگی رودکی در هلند، یک نوار فرستاد. در این نوار کوچک همگی چند حرف سر قتیبه ابن مسلم می رفت. گفته می شد وقتی قتیبه خوارزم را فتح نمود، فرمان داد که 4000 عالم و فاضل را در میدان مرکزی گرد آورند و سر همشان را از تن جدا کرد. سپس امر کرد من بعد هر نفر با تاجیکی فارسی دری سخن میکند زبانش را ببرید و در دستش گذارند. مردم که عربی نمیدانست از ترس شمشیر قتیبه خاموش میگشت و قتیبه‌چیان جد ما را اهل عجم یعنی گنگ عنوان کردند. دهشت پیروز آره فقر در دستمان. با این دلیل میتوان امروز کلیه کشورهای عرب را به سود گاگا داد، مثل که افریقای جنوبی اول سال نو 2024 اسرائیل را برای نسل کشی به این دادگاه کشیده است. ولی ما را واکنش های شدید اللحن اهل فرهنگ و اهل علم، گروه از دوستان وارستم که از قتیبه پشتیبانی کرده و میگفتند این تهمت است، مجبور نمود این سطور را نویسم و این قاتل پدر و مادر من و تو را ما خودمان چون قهرمان و فاتح و کشورکشای معرفی کردیم. قهرمانان ملت خود را که با لشکر غدار و قتال عرب پنجه نرم کرده و وطن و ملتشان را حفظ میکردند بالکل کافر خواندیم. آرامگاه قتیبه ابن مسلم قاتل خوارزم و سمرقند و بخارا و چاچ را در وادی فرغانه پس از آنی که بلشویکان آن را به زمین هموار کردند امروز دوباره احیا کردیم. نمیگوییم نمیباید میکردیم، ولی میپرسم که چرا یک گروه قهرمان ملی را نو آرامگاه یک غاصب را بنیاد نمودیم. خاطررسان میشوم اهالی فرغانه و اندیجان اکثر تاجیکانند و انا همین تاجیک است که بیگانه پرستی میکند، وگرنه در قلمرو ازبکستان و ترکمنستان و قرقیز و قزاقستان شما با میکروسکوپ گردید هم یک آرامگاه عرب را در نمیابید و این در حالی است که در خود قاره عرب کیها بر اون قهرمانهای غاصب پوش گرداندند و نه مقبره اشان مانده است و نه گورشان. این هم گربه گفتی آرتیق قادری نازنین چرا ما درباره شکست لشکر جرار و قتال عرب با سروری اسد ابن عبدالله در سال 727 در کلاب باستانی حرف نمیزنیم؟ ای خوتلان آمدیه، برو تباه آمدیه، آوار باز آمدیه، حشن نزار آمدیه. تنها انا همین 4 مصرع شعر هجایی که خلق ستم دیده سمرقند نازنین بخارای انگوبین راجع به این ماجرا گفتند در تاریخ ما باقی مانده است و بس. یک تاریخ نگار نیست این جنگ را که به شکست عربی غاصب آورده بود و کلابی های نازنین غرورمند ایشان را مجبور کردند که از زبان و کلابوری تاجیکان ماوراءالنهر خودداری کنند و از ما ترسند. تحقیقات نکرده است. فرض مثال که کیم کتا میداند که لشکرکش کلابی ها در اون جنگ کی بود؟ هیچ کس. نام یک قهرمان آن جنگ خونین را چی نمیدانیم، زیرا بیگانه پرستیم. برعکس چند پیش یک فرهنگی کلابی تاکیداً جای زیستش را میگویم میگفت این شعر را خواندن کفر است، زیرا کلابی های بابایمان اهل جهل بودند و اسد مسلمان را شکست دادند. با او گفتم به شما هم میگویم اگر شخصا من در همان دوران می بودم این عرب غاصب را سر می بریدم و تا استپ های حجاز پیش انداز می کردم، زیرا من اسلام را قبول دارم، نه عرب را. دین را بر می گزیدم، نه غلامی عرب را. من تاجیک مسلمانم، نه مسلمان عرب زده. در جمع تاجیک یگانه ملت است که بر غاصب خود ارج می گذارد. الکساندر را اسکندر و پیغمبر کردیم. حتی جامع و نظامی بر این اندیشمندان بزرگ ملی امان به این الکس نیم برهنه داستان نوشتند، داستان جوانمردی. از میان میلیون شاعر و هزاران کلاسیک تنها یک نفر بود و هست و مان که تاریخ جوانمردی این ملت ما را سرود، حضرت فردوسی است. ناصر و نظامی و جامی و کمال و حافظ و سعدی و مولوی هم تا همه مدیه سرای عرب بودیم و هستیم و شاید همین حالا فکر دارید که سیاف مزراب ما را در نظر داشته باشد. به سوگند تو دانه و خدا مگر گریبان گرفته اندیشه نداری که مؤلف کفر می نویسد؟ الکساندر پیغمبر خدا، قتیبه شمشیر خدا، اسد منادی خدا، چنگیز غضب خدا، تیمور لنگ صاحب قران خدا، این همه آبرزهای سری ویران شده این ملت ما هستند و بس. ما حتی تا امروز روزها را قریب برابر به خدا میدانیم.
درست است که آنها به ما این ریسپوبلیکا را تقدیم کردند، ولی از برای خدا ما چقدر تاجیک سربردار را برای حفظ این دولت از دست دادیم مگر برشمرده ایم؟ شکر خدا امروز در رأس دولتمان امام علی رحمان است و چند از ایشان را قهرمان کرده و ما نیز مجبوریم ایشان را گاه گاه یاد کنیم. ولی طبق همان سوگند تو دانی و خدا، مگر تو بار سر گوری عینی و باباجان و ترسونزاده رفته ای؟ گوری شیرینشاه نصرت الله مقسوم را که یگان نفرمان نمیدونیم کجاست. سه تن اول در همین دوشنبه مدفونند، البته نرفته ای، یا اینکه سخت میلی باشی شاید یک بار در عمرت رفته باشی، ولی به زیارت آرامگاه افتخار یعنی گوری نبوده سلطان اویس قرنی در خاولینگ و برخ ولید در طویلدره و آرامگاه نبوده مولوی و صوفی های عرب چند بار رفته و چند گاو و گوسفند کشته ای؟ این سوال به وزیران و رئیسان نیز دخل دارد. مردید مردانه پاسخ گویید، ما نشر میکنیم. باز هم نمیگویم نروید، روید، ولی قهرمانان باباهای خود را نیز فراموش نکنید. گرو میبندم که اغلب وزیران ما سر گوری ترسونزاده و عینی و باباجان غفوروف نرفتند. اگر رفتند پس دلیل پیش آورند. ما فک داریم، در زادروزشان چند بار رفته و کسی را ندیده ایم و این در حالی است که این ابرمردان اساسگزاران دولت امروزه مایند. پس چی رسد به مردمی که قهرمانی کرده و تا انقلاب لنینی زیستند؟ کنانبر میکنیم ایشان را. واسه نفری که روسها قهرمانش کردند و ساتیم الغزاده را مجبور ساختند رام نویسد و طاهر صابر به همتا فیلم گیردش. خیر باز که وقتی من رمانی تاریخی ایشان بله را نوشتم، طول 35 سال از زبان مردم، از فولکلور، از خلق دلیل جستم، زیرا در یگان سرچشمه تاریخی نه به خوبی و نه به بدی نامش نبود. حال آنکه این نفر یعنی ایشان بله غیاث الدین بن شاه حسین خریطه جغرافی تاجیکستان امروزه را در سال 1920 کشیده و جمهوری خلقی دموکراتی بلجوان را اعلان کرده بود. به نام ملت های ریسپوبلیکا اعلان کردنها ایده صرف استالین است. گوری ایشان بله را که سال 1937 کشته شده است نیز کسی نمیداند، زیرا محفوظش کردند، ولی گوری صدها غاصبان را میدانیم. همینجا یک قصه شیرین تلخ را از زهر یک دوست فرهنگی یادم آمد. در سالهای شوروی مسجایان نازنین به یک دره ناحیه عینی به زیارت گوری یک عربی کشورکشا و اولیا می روند. نفر نقل کرد تا غاری که آنجا عرب خواب است رسیدند. پشت یک وجود دارد که آن را گوری کافرک مسجاهی می گفتند. خلاصه هر نفر به زیارت این عرب می رود باید سرآغاز به گوری این کافرک که گویا اون اولیا را همین کس کشته باشد سنگ زند. ما گفت آن دوست که فرهنگی با گور کافرک سنگ زدیم و گذشتیم که یک دهقان بسواد مسجوعی همین طور گفت به این گور سنگ نزد و به ملامت ما پاسخ داد که کافر هم باشد بابایم است. من فکر میکنم انا همین دهقان بسواد تاجیک میلیون کرات از ما فرهنگیان فاضل بیگانه پرست مسلمان تر است و پیش خدایی که شخصا میشناسم مراتبه و موقع دارد که ما داشته باشیم.